خب سلام، خیلی مخلصیم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه، سلامت باشید، پرسود باشید. وقت شما رو میگیرم، مزاحمتون میشم، ببخشید. بنا به قولی که بهتون داده بودم دارم مصاحبه رو استارت میزنم با بچه‌هایی که در واقع تریدرهای موفقن و برداشت دارن و اینا و نتیجه دارن، ولی حالا پیج ندارن، به هر دلیلی دوست ندارن، نمیخوان، حوصله ندارن، وقت ندارن یا حالا هر چیزی. ولی خب اطلاعات بسیار ارزشمندی دارم و میدونم شاید حتی شمایی که داره این ویدیو رو میبینید هم به همین شکل باشه و گفتم که این پله رو به هم دیگه جوش بدیم. یعنی کسایی که اطلاعات خوبی دارن، برداشت دارن میزنن یا کلا سودن، حالا به هر نحوی رو در واقع وصل کنیم به بچه‌ای که حالا تازه شروع کردن و دوست دارن که یه ذره تجربیات بچه‌ای که قدیمیان بیشتر بدونن و بشنون. من لینک رو برای ایشون ارسال کنم که ایشون هم تشریف بیاره که در واقع بریم برای صحبت. ایشون یه معرفی بکنم قبل از اینکه تشریف بیارن، حالا در حدی که خودم میدونم. ایشون یه خانمی هستن که در واقع مجموع برداشتشون یه چیزی هولوش فکر می‌کنم $71,000 بوده از FTMO. و یه چیزی هم در مورد FTMO بهتون بگم، خیلی بچه‌ها میپرسید که ایشون چطوری تو FTMO بوده. من نمیدونم فلان کشور سیتیزنم نمیتونم بگیرم و تو امریکا گرین کارت دارم نمیتونم. نه بچه‌ها، با اقامت امریکا هم شما نمیتونید توی FTMO ثبت نام بکنید. تنها چیزی که FTMO میتونید توی ثبت نام بکنید پاسپورت خارجیه. یعنی شما مثلا پاس کانادا داشته باشید، پاس فکر میکنم ایشون با توجه به اینکه عکس پرچم در واقع انگلستان روی اینستاگرامشون بود، فکر میکنم ایشون در واقع مقیم چیز هستن، انگلیس هستن و احتمالاً پاس انگلیس دارن. بله تشریف آوردن. بله ادمین. سلام. عرض ادب. خوبی شما؟ قربان شما. بزرگوارید. من قبل از اینکه شما تشریف بیارید یه کوچولو صحبت کردم و یه سری چیزا رو احتمالی گفتم حالا قبل از اینکه شما خودتون رو معرفی بکنید، بچه‌ها خیلی در مورد FTMO میپرسیدن. قبل از اینکه حالا سلام کنیم و یه ذره جدیش کنیم، گفتم که احتمالاً شما پاس چیز دارید، پاس انگلیس دارید احتمالاً. پاس انگلیس که بریتیش نه، ولی خب دائم دارم. توضیحشو بچه‌ها چیه؟ اتفاقا داشتم می‌خوندم. ایول. آره چون تو کامنت ها خیلی پرسیده بودن و اینها. منم چون شناخته به اون صورت، بچه‌ها من اولین باره که در واقع ایشونو دارم مثل شما در واقع ملاقات میکنم، باعث افتخاره و خلاصه منم خیلی اطلاعاتی نداشتم شما رو قبلش معرفی کنم. فقط در سطحی که بگم FTMO بودید و $70,000 رو برداشت کردید. صدای من میاد؟ همه چی اوکی؟ بله صداتون میاد، فقط اگه اجازه بدین من اینو یه تنظیماتش رو یه ذره انجام بدم بعد من. بله. اولا که دم شما گرم که تشریف آوردید، محبت کردید. دوم که من یه عذرخواهی بکنم، من یه کوچولو شاید مثل بقیه نمیتونم خیلی عرف صحبت کنم و یه ذره اگه یه سری جاها خوب اگه یه سری جا خلاصه بر بی‌ادبی و اینها نباشه، من به این صورت من بالاخره هم شما عذرخواهی میکنم از بچه‌ها که دارن میبینن. خیلی من مجریگونه نمیتونم باشم، همین حالت نرمالم. مزاحم شما شدیم. فقط قبل از اینکه شما بخوایم از اطلاعات مفیدتون استفاده کنیم یه درخواستی داشتم. من خیلی از مواقع میبینم مثلا بچه‌هایی که حالا نتیجه میگیرن و حالا تو هر حوزه‌ای یا نه فقط ترید، وقتی حالا یه تریبونی در واقع پیدا میشه و میخوان صحبت کنن دیگه، یه سری جملاتی که مثلا آره من خودم باور داشتم و من اون روز که تو زیر بارون گریه کردم مطمئن بودم خودم و نمیدونم اینا. یعنی میخوام که انقدر ریل باشه. آره میخواستم یه جوری انقدر ریل باشه و واقعا احساس بکنید که دارید مثلا با گذشته خودتون صحبت میکنید. دیگه هم هی وقت بچه‌ها رو نگیریم. که اگه امکانش هست یه حالا سن خانم رو پرسیدن یه ذره ضایع است، ولی کلا هر اطلاعاتی که احساس میکنید از خودتون در واقع قابل انتقاله رو به بچه‌ها بدید که ببینیم چه خبره. من دیگه صحبت نمی‌کنم. اول اینکه خیلی ممنون که وقت گذاشتین که با من صحبت بکنید. حالا چیزی که خیلی خوشحالم میکنه که این چقدر شما مهمه که مردم، حالا اگه یه چیز کوچیکی هم حتی این سر دنیا وجود داره که میتونه یه ذره به تریدرهای ایران کمک کنه، شما اونو پیدا کردی، وقت گذاشتی، در حالی که اصلا هیچ بنفیتی برات نداره. این واقعا من اپریشیت میکنم اینو و دمت گرم. بزرگوارید. و ممنون که در مورد خانم‌ها اگه قرار صحبتی بشه که من خیلی دوست دارم که بیشتر تو این حوزه بخوایم صحبت بکنیم، منو انتخاب کردی. چون ما خانم‌های تریدر موفق خیلی که من حاضرم واسطم براشون ساعت‌ها دست بزنم و کم نداریم، ولی خب گوره به نام من خوش سعادت افتاد. خب در مورد خودم بخوام بگم که همونطوری که گفتم تو ایران نیستم. بچه‌ها خیلی سوال داشتن که
FTMO چطور کار میکنی و چون من تو ایران نیستم میتونم کار بکنم. بعد داشتم اتفاقا قبل جلسه به چیز نگاه میکردم، کامنت ها رو نگاه میکردم، ولی آقای گفته بودن که من کانادام، مدارک کانادایی هم دارم و FTMO چیز نکرده، احراز هویت نکرده، اصلا همچین چیزی وجود نداره. FTMO یا شرکت های مشابه FTMO با خونه ایرانی مشکل ندارن، که با ایران مشکل دارن، با لوکیشن ایران مشکل دارن. شما اگه خارج از ایران باشی یه مدارکی داشته باشی که مثلا نشون بده توی کشوری یا سیتیزنی یا ویزاشو داری، یا با یه مدارک قابل قبولی تو اون کشور هستی، بر اساس این تو رو احراز هویت میکنه. چون وقتی داری احراز هویت میکنی 2 تا آیدی از تو میخواد، یه پروف آف آدرس که اون جایی که هستی نشون بده که آدرس به نام توئه. این آقایی هم که گفتم بنده خدا شاید به اسم یکی دیگه ترای کرده بودن و آدرس به اسم خودشون نبوده، و یه مدرک آیدی کارت توری، یعنی حالا یا درایوینگ لایسنسی یا یه مدرک که نشون بده تو اون کشور هستی و داری زندگی میکنی. خیلی از بچه‌ای که ایران بودن و نمیتونستن احراز هویت کنن اومدن گفتن اوکی، کازن من، خاله من، عموی من فلانجاست، من میرم از مدارک اون استفاده میکنم و احراز هویت میکنم. شما دارید در مورد FTMO صحبت میکنید، شوخی نمیکنه، خاله بازی نیست که. کلی KYC چکت میکنه، وقتی که چالشو پاس میکنی میخواد با تو قرارداد امضا بکنه، اسکن فیست میکنه، همه چیزو تهیه‌شو در میاره. بعد تو بیای مثلا با مدارک یکی دیگه بعد بیای بگی نشد و اونو بیای پابلیکش بکنی، آقا براتون نشد اشکال نداره، ما میفهمیم و خیلی هم ناراحتیم از این قضیه، ولی دیگه واقعیت رو بگو من با برادرم، با مدارک برادرم رفتم، وقتی که میخواستیم بریم پای قرارداد اومد فیس منو اسکن کرد، فهمید که من نیستم، به خاطر منو رد کرد. درسته. حالا میونه صحبتتون، آخه من خودمم خیلی شنیدم که مثلا دوستم آرمان مثلا توی در واقع فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم انقدر صحبت نکنم یادم، فکر کنم آلمانه اگه اشتباه نکنم، اون مثلا اونجا خب دانشجو اصلا داره زندگی میکنه و اینا، و من حالا جز آرمان کلا با خیلی از بچه‌ها که خارج از ایرانن شنیدم که با حتی اقامت هم خیلی موقع نمیدن. حالا دقیقاً مشکل پس شما میگی میدن؟ قطعاً. شما خودتون جسارتاً دقیقاً چه مدرکی داره؟ الان چند تا مدرک نام بردید، گواهینامه و الان شما دقیقاً چی فرستادید؟ ویزای دائم داشتم فرستادم. ویزای دائم. پاسپورتی که پاسپورت بریتیش نه، یه پاسپورت ما ترافل داکیومنت داریم که حالا نمیدونم تا چه حد اطلاع داریم، وقتی ویزا میگیری اون ترافل داکیومنت رو برای همین پاسپورتوری میدن که تو کارت انجام بدی. خب دیگه پس یه جوری حکم پاسپورت خارجی رو برای شما. من شنیدم با پاس خارجی شما رو اوکی میکنه. به بعضیا میگی پاس خارجی، مثلا میگن خب منظورت بریتیشه، منظورت نمیدونم سیتیزنشیپه. نه، حتی سیتیزنشیپ نباشی و بخوای ویزای دائم داشته باشی اوکی، اصلا هیچ مشکلی براش نیست. اوکی. بعد درایوینگ لایسنس هم دادم بهشون، پروف آف آدرس هم دادم، یعنی اصلا من سر احراز هویت ازم به مشکل نخوردیم. نه من حساب بانکی چطور؟ نه نمیخواد. دوستاتون هم همه دارن این کار میکنن و مدارکشون هم این شماست؟ دقیقاً. البته یکی از دوستان بریتیشه. آره. دیگه بهتر پس. آره. اوکی. به خاطر اصلا با خون ایرانی آخه یه کامنت دیگه هم این بود که کاش این خانم مصاحبه نکنه چون FTMO میندازتش بیرون. چرا؟ نه اصلا با ایرانی بودن تو مشکل نداره که با خود FTMO هم از این قضیه حرفی نیست که با ایرانیا کار نمیکنه. دیگه یه پالیسی دادن بهشون، گفتن ایران تحریمه متاسفانه و تو با این کشور نباید با کار کنی، اونم زاده تو سیستمش، اگه کار بکنه مثلا آینده به مشکل میخوره. خودش هم از خودش قطعا نقدینگی وجود داره دیگه. هم نقدینگی هم ایرانیای با استعداد شماها مثلا واقعا من خیلی کیف میکنم از کارهای شما، خیلی نگاه میکنم واقعا بزرگواری حاضرم ساعت ها واسم و ایستاده براتون درس بزرگواری لطف شماست، اصلا این حرفا چیه. مرسی از شما، باعث افتخار من. خب به همون یکم از خودتون بگید که زندگی میکنید، چیکار میکنید، حالا متأهل هستید نیستید، هرچی میگم، هرچی احساس میکنید بعد بگید رو بگید و بعدش هم برید اگه میشه تو این پروسه که چند وقت دارید فعالیت میکنید، اولش چه شکلی بود و فکر میکردید که آخرش چه شکلیه، بعد آخرش اون شکلی شد یا نشد و هر چیزی سوالات دونه دونه بپرسید. من سعی میکنم آخه هی دخالت نکنم. خب من هر یکی داره مصاحبه میکنه هی اون طرف هی وای صحبت هی میره رو اعصابم. اوکی، کسی نمیاد حرف منو بشنوه، حرف منو زیاد شنیدن، اومدن در واقع شما رو بشنون و من میخوام که هی وسطش نپرم اون چیز صحبتو از شما بگیرم. میخوام همه رو اول بگم یه دیدگاه کلی باشه. ببخشید، بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا اینکه چند سالم و چی فکر نکنم به درد تریدرها بخوره. بله. این مسائل بمونه کنار. بله. بعد در موردی که کی شروع کردم، ببین سال 92 اگه یادت باشه اون موقع من تو ایران بودم. سال 92 یه تب بورسی اومده بود ایران. بله. یه دو 92 اومد، یه دو کد بورسی میگرفتن، کلاس شرکت. بله. اون موقع من تازه شروع کردم برم کلاس بورس. اصلا نمیدونستم بورس چیه. اصلا چطور کار میکنن. بعد رفتم سر کلاس، من نمیدونستم فارکس چیه. سال 92. بعد استادمون هی چیز میکرد، درس میداد، بعد وسطا مثلا گریز میزد به این که مثلا اگه میخوای بای کنی اینجا بای میکنی، بعد میخوای سل کنی اینجا سل کنی. این مشکل سلو ما تریدرها میخوایم به افراد عادی توضیح بدیم، همیشه چالشو باهاش داریم. آقا تو چیزی که نداری رو داری سل میکنی. بعد اون موقع من اینجوری نگاه می‌کردم که خب ما میتونیم یه استاکو بخریم، تو چطور استاکو میتونی بفروشی؟ یعنی نداری میخوای بفروشی. بعد اون هر از گاهی گریز میزد، منم میگفتم اینجوری رد میشدیم میرفت. بعد فارکس اون موقع که می‌خواستیم شروع کنیم، من از بچه‌ام پرسیدم که خیلی آدم کنجکاویم. حالا می‌پرسیدم که فارکس داستانش چیه؟ میگفتم بابا اینجوری سخته، باید با صراف کار کنی، نمیدونم پول جابجایی سخته، بروکر پیدا کردن سخته. من اصلا سمت اون حوزه نرفتم، ولی تو ذهنم بود که یه روزی بخوام مهاجرت بکنم و از ایران برم، به فارکس به عنوان یه گزینه حتما نگاه می‌کنم. تا اینکه سال 2016 بود، من 2016 نمیدونم 90 چند میشه دقیقاً، 2016 بود مهاجرت کردم. یه 8-9 ماهی که همون اوایل دانشجویی هم مهاجرت کردم. بعد اوایل تب و تاب به دانشگاه و اینا یه 8-9 ماهمون این مدلی گذشت که من اومدم با یه آقای خیلی محترمی که اصلا خیلی بی‌دریغ به من خیلی چیزا رو یاد دادن و اصلا اینجا ازشون تشکر میکنم. باهاشون آشنا شدم و تلفنی ایشون برای من 4 تا نشون داد، اصلا گفت فارکس چیه، داستانش چیه. من وارد بازار شدم مثل همه لوزرها، مثل همه اون چیز تازه کارا. کی بودن ایشون؟ ایرانی بودن یا خارجی بودن واسه ایرانی بودن. اوکی. چون میخوام بپرسم بعدن کیه و اینا واسه این. خب بعد نه اتفاقا خوب میکنی میپرسی. بله. بعد من وارد بازار که شدم، مثل همه کسایی که بحث اومدیم پول درو کنیم، شروع کردم مارتینگل. یه خودت میدونی دیگه، تا اینجا اومده از این بیشتر بالا نمیره، بذار اینجا سل بزنم. دقیقاً اون پروسه رو ادامه دادم. هی سل بزن از اینجا برمیگرده، سل بزن از اینجا برمیگرده. اوایل 6 ماه اول چند تا برداشت خوب کردم، اما باز برمیگردیم سر این که من می‌نویسم، امضا میکنم، تو اگر استاپ نذاری، مدیریت ریسک و سرمایه نداشته باشی، تهش حسابت کاله. 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال حسابت کاله. حالا برای من خیلی خوششانس بودم 6 ماه دوام بردم. بعد اون اومدم تازه فهمیدم که بازار چیه. چطور اینو فهمیدم؟ براش چی دادم؟ یه حساب 40,000 تایی. اگه یادت باشه انتخابات بایدن بود، ترامپ رفته بود، بایدن اومده بود، کرونا هم بود. من روز به کار اومدن بایدن من حساب 40,000 تایی از دست دادم. ریل. یعنی ریل. اون موقع پراپ و اینا اصلا آشنایی باش نداشتم. بعد ببخشید سرمایه 40,000 تا از کجا اومده بود جسارت؟ 20 تاش برای خودم بود، 20 تاش سود بود. ولی حساب کار کردم. آره حسابم تو سود بود. یعنی من 20 تا رو کرده بودم، دقیقاً مبلغش رو بخوام بگم 38 تا خورده کردم. مهاجرت کردن شرایطتون چطوری بود؟ مثلا با پول مهاجرت کردید، متوسط رو به پایین؟ خب من بگم که در مورد مسائل پولی هم صحبت مثلا بچه‌ها مشتاق نباشن، ولی اگه بخوام اینو بگم آره یکم مشتاقیم اتفاقا. من پدرم وقتی 14-15 سالم بود فوت شدن. خدا رحمت کنه. ساپورت خانواده من وضعیت خوبی دارن، پولدار نیستیم ما، ولی وضعیت خوبی دارن دیگه. شغل خودشونو دارن، برادرم برای خودش بیزنس خودشو داره، خواهرام برای خودشون مثلا ازدواجای خوبی داشتن، اوکی ان همه. ولی موقعی که پدر من فوت شد، مثلا ما یه وضعیت استیبل چیز مثلا اون وضعیتی که الان داریم رو نداشتیم. بعد اون موقع من شروع کردم که چیز کنم، بعد درس خوندم تو 14-15 سالگی، بماند که با چه مخالفت هایی من درس خوندم. بذار اینو بگم، اینو گذاشته بودم زمانی بگم که برای اینکه مثلا میخوای همین توی بیای تریدر بشی یا بیای توی این بازارها بمونی، باید هزینه کنی، فداکاری کنی، سکریفایس کنی. اینو میخواستم بهت بگم. ببین من 27 سال درس خوندم.
ببین درس خوندن معمولی نه ها که همه آدما درس میخونن میرن مدرسه. بعد اینم اول جلسه گفتی که نری بگی من خودم رو باور داشتم من سختی کشیدم. نه، اونایی که منو میشناسن احتمالاً اگه بخوام بیان کامنت بدارن میام بهت میگم من چه مدل درس میخوندم. با یه خانواده که کاملا مخالف درس خوندن من بود و من مجبور منم از یه خانواده پرجمعیت. بعد خونمون فکر کن 6 تا خواهر داشتم. این خواهرام هر کدومش هر هفته یه بار می‌خواستم بیام خونه ما همیشه پر بود و بچه‌هاشون. بعد من وای میستادم اینا می اومدن، یعنی شب نشینیاش اینا رو میکردم. اون تایمی که اونا شب نشینی میکردن تو خونه ما اصلا جا نبود، من میرفتم توی حموم میخوابیدم که اینا برن من بیدار شم. بعد اینکه اینا خوابیدن یا رفتن خونه‌شون ساعت 3 صبح پاشم درس بخونم، مثلا 10 ساعت 12 ساعت. بعد سال اول اومدم، یعنی پیش دانشگاهی که بودم اومدم بلافاصله دانشگاه قبول شدم، دانشگاه سراسری هم قبول شدم. لیسانسمو گرفتم دوباره با اعمال شاغل. بعد سال 88 میخواستم مهاجرت کنم، خورد به این چیز موسوی و احمدی نژاد و اینا. بعد خانواده‌ام اون موقع آمادگی نداشتن. مامانم خیلی حالش بد شد چون میگن که بعد فوت پدرم انگار تو خونه اون کارای مردونه رو انگار من انجام میدادم، مراقب مامان باش، مامان رو بریم وقت کار این مدلی رو. بعد هیچ ساپورت مالی هم نبود. اینم داخل پرانتز هم که من خودم کار میکردم، یعنی از وقتی که وارد دانشگاه شدم شروع کردم به کار کردن، تدریس خصوصی میکردم و کارهای تحقیقاتی با بانک ها انجام میدادم. بعد خلاصه من اومدم لیسانسمو گرفتم، فوقو میخواستم مهاجرت کنم نکردم، موندم تو ایران، فوقمو گرفتم تا شد سال 93 2016. و گفتم نه، من عشق استاد دانشگاهی دارم. و یه چیز دیگر هم بگم، فکر کنم من فوق گرفته بودم ولی خانواده من، ما ترکی، ترک خیلی سختگیرن، خانواده من اجازه نمیدادن که من برم یه شهر دیگه بخوام دکترا بخونم دانشگاه سراسری. تو شهر ما هم رشته من دکتر دانشگاه سراسری نداشت، من باید میرفتم آزاد. من یه 2 تا 4 تا کردم، گفتم که خب اگه من بمونم تو شهر خودم که باید برم آزاد، برم دانشگاه آزاد که من هرگز نمیتونم استاد دانشگاه بشم. کی با مدرک دکترای دانشگاه آزاد استاد دانشگاه میشه؟ بعد من خواهرم انگلیس زندگی میکرد، 15 سال بود اون موقع، الان شده 20 خورده ای سال. تنها آپشنی که داشتم میتونستم برم پیش خواهرم، اونم کجا؟ فقط منچستر. یعنی خانواده منو اینجا پکیج از تهران میفرستادن منچستر، جای دیگه نه چیز اجازه انتخاب رشته داشتم نه دانشگاه رو میتونستم بررسی کنم، فقط اونجا. بعد میرفتم خونه خواهرم و ما بقیه ماجرا. بعد اومدم من دانشگاه منچستر رو دونه دونه چیز کردم، امتحان کردم، مدارکم میفرستادم تا اینکه از دانشگاهی من پذیرش گرفتم. کارهای مهاجرتم انجام شد، اومدم رسیدم اینجا، یه فوق دیگه اینجا گرفتم. بعد بلافاصله دکترامو شروع کردم. دکترام من الان سال آخرشم. من 27 سال این همه سختی رو، حالا میخواستم آیلتس بگیرم، اونم دوباره وسط 2 سال واسه آیلتس هم گذاشته بودم، مثلا 10 ساعت آیلتس بخون. بعد فکر کن 27 سال بکوب هر روز 8-9 ساعت درس بخون که چی؟ استاد دانشگاه بشی. اومدم اینجا 2 سال پیش، 1.5 سال پیش من استاد دانشگاه شدم. رویایی که 27 سال براش دویده بودم، همه چیمو داده بودم، جوانی داده بودم، هرس و اینا، من به خاطر استاد دانشگاهیمو گذاشتم کنار. حالا اون شخصی که اومده بود گفته بود که اتفاقا تو کامنت ها دیدم اینایی که چیز میکنن استراتژیشون رو نمیان بگن. استراتژی من این نیست که RSI اینو کات کرد برو بخر مکتی 50% اصلاح کرد، نه استراتژی اون نیست. استراتژی اینه که تو نزدیک 1000 ساعت چارت ببینی. حالا که بحثش پیش اومد الان وسط اون خاطراتمون رفتیم دقیقه تو استراتژی، یه چیزی رو بگم. همیشه مخصوصا مبتدی و مخصوصا خودم روزای اول و مخصوصا همه کسایی که متاسفانه دارم میبینم فکر میکنن که الان شما یه چیزی میدونید که اون چیزه رو الان میایید میتونید بگید. حالا خودم عرض میکنم، فکر میکنم من یه چیزی میدونم، عقده‌ای هم نمیام بگم و اگه فکر میکنم اگه اونا بگی مثلا بهش میگی ببین کندل اینطوری شد اصلا تمامه، مثلا بزن بایو فلان بکن. آیا میتونید به عنوان کسی که 70K برداشت زدید یه کاری بکنید که یه آدمی فردا بتونه مثل شما، نه 80% مثل شما معامله کنه؟
اولی که این 70 کاف فقط از FTMO بوده. من از سرمایه گذاری برتر تو ایران هم چند بار برداشت داشتم که حالا داستان رو من بخواد بهتون تعریف کنم که آخر چه بلایی سر من آوردن که با ایران دیگه کار نکردم، که 2 ماه بود من کار نمی‌کردم به خاطر بلایی که سر من آوردن. حالا اگه وقت جلسه رسید توضیح میدم بهتون. ببین این که میگی فکر میکنن ما یه رمز و رازی رو میدونیم که به بقیه نمیگیم، اصلا همچین چیزی نیست. من همیشه میگم یه فکتی از، حالا شاید خیلی بیان رد کنن این فکتو، ولی چیزی که آقا من بهش رسیدم بهشم باور دارم. آریان من میگم یه مارکت نداریم برای همه، این مارکت برای هر کی یه مارکته. ببین اینو کسی بهش برسه، ببین من و تو بشینیم کنار هم مثلا و یکی اومده بود گفته بود که سشن معاملاتی چیه؟ رو چه جفت ارزی کار میکنی؟ استراتژی چیه؟ آقا سشن معاملاتی من فلانه، جفت ارزم فلانه، اینم استراتژی، بیا بشین بغل دست من 2 تا مانیتور دارم. ما میتونیم همزمان توی یه تایمی با یه استراتژی ترید بکنیم، end of the day آخر روز تو ضرر بکنی من سود، یا من ضرر کنم تو سود. بله. شما استوری منو میبینید همیشه با کلمه چشم هر کی فرق میکنه، تلاش دارم به هر کی. آفرین دقیقاً. ببین من دوستایی دارم که تو ایران باشون در ارتباطم و اصلا یه نابغه هایی هستن، شده سر یه جفت ارز ما جفتمون میشیم نگاه میکنیم، اون میگه سل مثلا من میگم بای، بعد چون من فقط رو طلا هستم یعنی اون میخواد بیاد نظر بده دیگه، نمیگه بریم فلان چیزو تحلیل کنیم، مثلا میگه مثلا چارت طلا رو باز کن چون همیشه من رو طلا، بعد اون میگه بای مثلا من میگم سل، وین ریتش خیلی خوبه، استراتژیش خیلی خوبه، وین ریت من خوبه، استراتژیم خوبه، ولی آخر ماه مشخص میشه که آقا من 4 تا استاپ بیشتر خوردم و 4 تا تی پی بیشتر گرفتم، تهش جفتمونم سود دهیم. حالا من چه انتظاری دارین که من الان اولی که اصلا فکر کنم من اون استراتژی رو دارم، چرا باید بدم؟ آقا من خسیس من نمیدونم اگر هر کسی بود 5 ساله 6 ساله چقدر 2017 8 سال میانگین روزی 10 ساعت چارت ببینی، من اون روزایی هم که خونه نیستم چارت رو نمیتونم ببینم رکورد میکنم برگشتم با سرعت میبینمش. ببین اگر کسی همچین ددیکیشنی داشته باشه، سکریفایس رو بکنه، بره هر کاری که توی دنیا میخواد انجام بده تو اون پروفشنال میشه. من میگم من خیلی کم‌هوش و احمق و کم پشت کار بودم که با این حجم از تلاش الان نتیجه خاصی نگرفتم، واقعا نتیجه خاصی نگرفتم، فقط به یه چیزی رسیدم، من با این حالم خوبه حتی اگه ضرر کنم. من دارم ضرر میکنم، ضرر کردم، ضررم خواهم کرد، کالم میخوام بشم، مدام دارم قضاوت میشم، مدام دارم تحقیر میشم، همه از دور نگاه میکنن چی شد بس این تو دانشگاه بود این درسش چی شد، مثلا اینجوری پچ آقا تو تریدری 70 تا زدی مثلا ماشین نمیدونم بوگاتیت کو تو خونت کن. آقا چطور شما میرین یه بیزینس میزنین خیلی با آغوش باز میاد میگه بیزینس من شکست خورد، 4 نفرم میان دست رو شونش میزنن میگن که آخه کمکی میخوای تو قوی هستی تو بزرگ شدی. حالا ما تریدر رو وقتی حساب از دست میدیم انگار بیزینس از دست میدیم، چرا به ما توهین میکنین؟ آقا شما دارین قمار میکنین. من بارها گفتم فارکس قمار نیست ولی میتونه باشه، 100%. تو میتونی قمارش بکنی ولی ذاتش قمار نیست. تو اگر به مدیریت ریسک تو رعایت بکنی، آربار عجیب غریبم نمیگم، آربار 2 داشته باشی، ریسک ریوارد 2 داشته باشی، مدیریت ریسک تو رعایت کن. من به تو استراتژی نمیدم، من به تو یه سکه میدم، میگم سکه رو بنداز، شیر اومد بای بزن، خط اومد سل بزن، آر به آر 2 مدیریت ریسک سرمایه تو هر تری 2% ریسک میکنی. اگر تو آخر ماه سودده نبودی همه ضرر تو من میدم. سکه آقا سکه اونورتر نداریم. بله. ولی چی؟ تو مدیریت ریسک و سرمایه رو رعایت بکنی، دور نزنی ما رو، خودمون بازار داریم گورس میدیم دور میتونیم. خیلی هم عالی. خب بعد پس این بهم بگید که چند وقت این سیکل ضرر طول کشید، چقدر ضرر کردید، چقدر از دست دادید، چند تا حساب از دست دادید، اصلا اولش چی بوده، یه ذره از اینا بگید. و ببین همه دنبال اینن که چی شد که این موضوع عوض شد. خب قطعا هم میدونم که یهو اینجوری نبوده که شما مثلا تا سه شنبه زرده بودی یهو چهارشنبه بلند شدید سودده شدید. اوکی اصلا در این شکی نیست. اوکی هنوزم الان حساب دارم. اتفاقا میگم که 2 ماه کار نکردم، امروز صبح یه چالش گرفتم، چالش رو پاس کردم، بعد خواستم بعد بفرستم، حالا باز آخرش اگه خواستین اسکرینم بهت نشون میدم، بعد بفرستم. خواستم میگم که الان اینو من چیز کنم، میگم خب حسابی که توی یه روز
پاس میشه. خب این قمارگونه بوده، این بوده، اون بوده، ولی من ریسکم به تو نشون میدم. ریسکم 1% نیست. آخه این چیزو بهت بگم، FTMO تو پالیسیش ننوشته ما ریسک شناور داریم، ولی پشت پرده ریسک شناور داره. من سال 2019 دارم با FTMO کار میکنم. ما 2 سال اول اوکی بودیم، سال مثلا 2021 این به من ایمیل زد که نوتیس داد که تو ریسک رو رعایت نمی‌کنی، چون موقع ریسکم 4% بود، 5% بود، فول مارجین بود، و گفت که تو ریسک رو رعایت نمی‌کنی، تو باید ریسکت بین نیم تا 1% باشه. این بار رو ما باهات کاری نداریم، دفعه بعد تکرار بشه ما مجبوریم که با تو قراردادمون رو کنسل بکنیم. این پشت پرده خیلی پروپا خیلی از اینا دارن. یه قوانینی هست که فقط برای توه. الان این قوانینش فقط برای من و امثال منه که توی وبسایتشون گذاشته نشده. مثلا قرار ریسکت $1000 باشه، بشه $1001 بگه سوختی، نقض قوانینه. مثلا FTMO کلی نگاه میکنه ترید استیتمنت تو، ولی مثلا ببینه 2 تا ضرر 3% داشتیم، چه تو سود باشی چه چالشو پاس کرده باشی، می‌خواستی بری فان بشی، کنسل میکنه و میگه که ما فقط آفری که به تو میتونیم بدیم اینه که دوباره اکانت بدیم تو دوباره شروع بکنی. اینو بارها برای من اتفاق افتاده. اوکی. خب حالا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ گفتم که یکی از دوستام که تو ایران خیلی باش کار میکنن و خیلی هم قبولش دارن، من از این طریق آشنا شدم که سال اولی که من با FTMO آشنا شدم اصلا فرما اینجوری به این شکل پابلیک نبودن که همه بشناسن. تعداد مثلا FTMO چند تا چیز بودن، پروفیشتر نبودن. الان تعدادشون و اصلا تو ایران وجود نداشت. و من همش میگفتم خب یعنی چی؟ میاد به تو مثلا سرمایه میده، به تو سود میکنی؟ اصلا برام میک سنس نمیکرد. تا اینکه اومدم رفتم پیج FTMO رو فالو کردم، نشستم کامنت خوندم. کامنت ها رو خونده، چون دنبال مثال تجربه زیسته میگشتم، کسی بوده باشه که بگه، چون همه استیتمنت هایی که تو وبسایتشون گذاشتن گفتن خب تستمونی هایی که خودشون دادن میتونه ساختگی باشه. کامنت و ریویو هایی که گذاشته بودن واقعی ترین حالت ممکنشه. شروع کردم خوندم تا اینکه دیدم یه ایرانی یه کامنت گذاشته چرا به ایرانی‌ها چانس نمیدین، ایرانی‌ها اینطوریان، به انگلیسی هم گذاشته بود. بعد همین رو پیداش کردم، بهش زنگ زدم دیگه. دوستی ما از اونجا شروع شد. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که من روز این کارو کردم، چون این آدم تو زندگی من مثل یه هدیه خداست انگاری، که این چقدر ازش یاد گرفتم، چقدر همیشه بوده، ساپورت کرده. اصلا اگه اون نباشه من تا خیلی وقت پیش گذاشته بودم کنار. بعد شروع کردم دیگه، دیدم نه واقعا داره چیز میکنه، پرداخت میکنه. سال اول که من فقط چالش میسوزوندم، هفته یه دونه، هفته 2 تا، ماهی 5 تا، خیلی عجیب غریب. چون ببین ته ناخودآگاه من میگفت همچین چیزی وجود نداره دیگه. بعد یه ناخودآگاه کوچولو میمد میگفت بابا وجود داره. بعد این ناخودآگاه انگار زورش زیاد بود که به اون میچربید و من انگار اکانتو همینجور ریسکی میزدم، میگفتم یا میگیره یا نمیگیره، تا اینکه یه بار گرفت، از همون قمارگونه ها گرفت. من نزدیک 10,000 تا برداشت زدم موقع. بعد اون دیگه دستم اومد نه اینا بس میگیره. از همونجا من پوله رو دادم بهم، ولی گفتن که مثلا اینا دیگه اگه بخوای ریسکو اینجوری ادامه بدیم ما باید کار نمی‌کنیم، ریسکو باید بذاری روی 1%. بعد یه ذره من کول داون شدم، یه ذره منطقی تر تریت کردم. تازه موقع اومدم نشستم بر خودم مدیریت ریسک و سرمایه‌ای که اونا می‌خواستن و چیز کردم، چون جاهای دیگه 2%، اگه خود میدونی دیگه بهتر از من، ولی FTMO 1% ریسکت، یعنی تو هر تریت فقط میتونی 1% ریسک بکنی. بعد یه کم کم دوباره اون 70,000 تا هم بینشون حسابای نقد شده خیلی زیاد بوده، ولی خب end of the day اون کفه ترازو برده هر روز داره بیشتر میشه، هر روز داره بهتر میشه. قانوناشو داریم میشناسیم، FTMO داره با ما آشنا میشه، خیلی جاها راه میاد، راهنمایی میده. بعد وقتی فان میشی چیز داریم، کوچ داریم، به مشکل میخوریم با کوچ میشینیم حرف میزنیم از لحاظ روانشناسی و اینا. بعد باگ منم، مشکل منم استراتژی و مدیریت سرمایه اینا نیست، چون مدیریت سرمایه که اجباریه، نمیتونم رعایتش نکنم. اجباریه که واسه بالا سر چیز نکنی نقضی. من مدیریت روانشناسیم مشکل دارم. اتفاقا دوباره یه کامنتی بود که گفت بپرسین که این مشکلات روانیشو چطوری هندل کرده. هندل نکردم برادر من، هنوز دارم با دست بچه‌ام میکنم. هندل میکردم خیلی میترکوندم، چون اصلا وقتی خودم دارم برای یکی دیگه انگار راه و چاهو نشون میدم خیلی مثلا دقیقا همون اتفاقی میفته، ولی به خودم که میرسه نمیتونم، چون نتونستم هندل بکنم. خیلی بهتر شدم نسبت به روزای اول، خیلی. ولی خب باز دست و پنجه نرم میکنیم دیگه باش، بعضی موقع میاد بعضی موقع میره.
دیگه همینه دیگه. یه سوال میتونم بپرسم. قطعا هم مدل‌های خارجی رو دیدید هم ایرانیش رو، از این جوهایی که تریدرها احساس ندارن و مثلا تریدرها داره فیلم ترسناک میبینه اینطوری عادیه همه دارن میترسن و دوستانی که توی اینستاگرام از این صحبت میکنن که احساسات ما استاپ میخوره بلند میشه شکرگزاری میکنه خدایا ممنونم ازت. میخوام ببینم که شما معتقد هستید که میشه احساسات رو به صورت 100% کنترل کرد یا فکر میکنید فقط بهتر میشه؟ اول اینکه در اینکه مارکت آدم سازه هیچ شکی نیست. آدم سازی مارکت. دومی که تو به بی احساسی 100% کامل برسی ربات گونه بخوای ترید بکنی که دیگه موفقیت از آن توه و به اون لول فکر نکنم کسی بتونه برسه. یعنی باید خیلی دمش گرم باشه، خیلی دیگه تو خودش کار کرده باشه. چون من خودم ببین مدیتیشن میکنم، کتاب میخونم، مدام کوچای متفاوت دارم، دوستای خیلی خوب دارم، با همشون صحبت میکنم، تهش میبینم دقیقاً یه جا انگاری اون چیزه برمیگرده و همونجا هم که برمیگرده مارکت واسه اونجا کارت قرمز رو من نشون بده، کارت قرمز رو میده و من دوباره یه حساب و دوباره یه ورشکستگی و بعد اگه فکر کنین که این پروسه قراره تموم بشه نه شما میتونین باریکلا. وسط صحبتتون دوباره خیلی بده که آدم اگر بدونه که قرار نیست هیچ وقت 100% بشینه پای چارت و خیلی ریلکس ضرر کنه، سود کنه، خوشحال نشه، ضرر کنه، ناراحت نشه، اگر دنبال این باشه فکر بکنه اصلا همچین چیزی وجود داره، همیشه تا آخر عمر بعد بدوه به نظرم. و اینکه بفهمه که آقا کسی که داره ببینید من حالا نمیدونم پیتر تاکمن با چه تلفظیه و دیوید گرین برید بزنید گلوبال وال استریتو، حالا هم دوره داره 500 600 دلار میتونید ثبت نام کنید ببینید. اون با اون عظمت اصلا در مورد اینکه من پای چارت ناراحت نمیشم یا خوشحال نمیشم یا احساس ندارم صحبت نمیکنه حتی یک کلمه. و فقط در مورد این صحبت میکنه که آقا ناراحت حساب خوردی، ناراحت پاشو. اصلا نمیگه ناراحت نشو، میگه ناراحت پاشو. خب خیلی حالا هزار تا چیز میگه ولی پاشو. ولی ما تو ایران متاسفانه افرادی رو داریم که معتقدن که یعنی اساتیدی هستن که متاسفانه شاید 60% بچه‌ها ایرانی دیدن و این شکلی هستن که نه استاد رباته، استاد میزونه. استاد اگر میزونه چون داره $1000 استاپ میخوره، داره $1,000,000 کش میگیره از بروکر به خاطر اینکه تو رفتی توش ثبت نام کردی. خب یعنی اگر کسی ریلکسه بچه‌ها به خاطر اینه دارید میبینید، یعنی ما دیگه ان شاءالله باز افراد بیشتر میبینید که این صحبت رو با شما میکنن. خیلی من ببخشید من از تجربیات شما سوء استفاده میکنم هر از گاهی برای اینکه صحبت میکنیم. ببخشید اتفاقا خیلی صحبت خوبی هم هست و آره بچه‌ها اگه فکر می‌کنن این کورس قراره یه روزی تموم بشه و شما به یه لولی برسید که صبح پاشین اون کلیپای اینستاگرامی یه پسره بود پا میشه میاد میگه بسم الله یه نتایج باز می‌کنه یه سگم داره. اون نیست بچه‌ها، اون نیست هرگز. بچه‌ها خارجیه ها ایشون که میگه بسم الله یا خارجیه میاد میمون داره، سگ داره، آره میمون داره، سگ نداره، میمون چرا سگم داره میمون هم داره، بعضی وقتا با سگ بیدار میشه از وقتا با میمون. اون نیست بچه‌ها پا میشه میره تنیس میدوه. نه تو میخوای عصبانی بشی، تو میخوای پاشی، تو میخوای شب و تا صبح بیدار بمونی، تو میخوای گریه کنی، تو میخوای هالیدیاتو نری، تو میخوای روابطت به مشکل بخوره. همه اینا من مثال دانشگاهو نزدم که بگم من خیلی خفنم، من اونو گفتم که بگم من اونو دادم. 27 سال روزی 10 ساعت درس خوندم. اونم کاش فقط شما اون کسی که از قبل منو میشناسن میتونستین باهاشون صحبت کنین. بهتون میگفتم مدل درس خوندنای منو که یه بار بردم بیمارستان، یعنی چشام اینقدر اینجوری به کتاب دوخته بودم، چشام اینور اونور می‌کردم، اینجای چشام درد می‌کرد، مسکنم خوبش نمی‌کرد، بردم بیمارستان دگزا زدم بهم که من بتونم چشامو تکون بدم. این مدلی من درس می‌خوندم. ماشاءالله. داشتم میرفتم ببین آریان باورت نمیشه، داشتم میرفتم ترکیه امتحان آیلتس بدم. من توی هواپیما برگه تو دستم داشتم امتحان آیلتس می‌خوندم، جز نکته ها رو حفظ می‌کردم. اونو من گذاشتم کنار، چسبیدم به تریدی که فعلا اتفاق خاصی آدم با پشتکاری هستید ولی کلا یعنی پشتکاری دستتون هر جا میرید احساس می‌کنم، درسته؟ آره اینجوری بوده. خیلی اینجوری بوده که یک سال دارید میگید دارید حساب از دست میدادید بعدش. اینو به من خیلی از خودم ناراحت بودم چون من آدم پشتکار که داشتم به نظر خودم نه، ولی اطرافیان خیلی اینو به من میگن. ولی من ناراحت بودم یه سال 2 سال گذشته، میگفتم چرا من دیگه اون توانمندی گذشته رو ندارم که 12 ساعت گوشی رو خاموش می‌کردیم میشستیم سر درس.
الان چرا من نمیتونم بیشتر 2 ساعت تمرکز کنم. بعد میگم که خب دیگه سبک زندگی ها اینطوری شده دیگه، سنمون رفته بالا، پیر شدی. نه بابا. آره پشتکاره رو دارم، حساب که از دست میدادن دیگه، اون که اصلا تو شب تا صبح بیدار نشستن. من اون حساب 40 تا این که از دست رفت، من اون موقع اتاق کار داشتم، من 1 ماه 2 ماه تو اتاق کارم خوابیدم، یعنی یه مبل دراز گذاشتم اونجا، نمی‌کردم پاشم برم تو اتاق خوابی که یه قدم با اتاق کارم فاصله داره بخوابم. سیستم باز 2 ماه، چون 2 ماه طول کشید حسابم کال بشه. من رو مبل خوابیده بودم، نگاه می‌کردم حسابم داشت کال میشه، کاری هم نمی‌تونستم بکنم. هی چارجش می‌کردم، هی حجمشو کم می‌کردم، هی بازی می‌کردم، آخر سر دیگه ولش کردم، گفتم تموم شد فقط. اولین برداشت کی شد بعد از این همه سختی؟ آهان بعد چیزی شد قبلش؟ ببین الان میخوام ببین یکی هست میگه آقا من مبتدیم، خب دارو ندارم از دست دادم، یه چیزی به من بگو، راز نداره ماز نداره، من 100 بار شنیدم، یه چیزی بگو دیگه. میخوام چی شد؟ میخوام اون رو الان شخصی که دارو نداره تو از دست دادی، اول اینکه اون آب باریکه‌ای که داره تو زندگیت میاد، کارمندی، راننده تاکسی، هر چی هستی، اونو نذار کنار ماشین تو، بفروش، قرض بکن، خونه تو بفروش، وام بگیر، بیا بگی پراکو پیدا کردم، اینم استراتژی رو گفت، بس بریم پول پارو کنیم. همچین چیزی نیست. تو از تایمای اضافت استفاده کن، چارت ببین. من اینو نمیدونم بنویسم بزنم بالای تو پیشونیم، هیچ چیزی اندازه چارت دیدن به تو کمک نمیکنه، چون تو وقتی چارت رو میبینی استراتژیت هم اشتباه بره، تو شهودی میفهمی میخواد چیکار بکنه. تمرکز تو بذار روی جفت ارزی، با یه استراتژی برو، بیشتر از این که پشت سیستم ترید بکنی بک تست بگیر، آروم آروم به یه جایی رسیدی، دیدی تو 3 ماه 6 ماه سودده بودی، دمت گرم، کارتو بذار کنار. بعد بیا بعد اون دیگه شروع کن آروم، یه روز پایین یه روز بالا، یه دنیوی تا آخر سعودیه. حالا در مورد پراپا که با پراپا بخوای کار بکنی یا کار نکنی، من خیلی موافقم آریان. حالا نمیدونم خیلی اومدن گفتن کلاهبرداریه، آینه خودشون از چالش‌ها سود میکنن. خب اونا محض رضای خدا اونجا ننشستن که، اونم بیزینس داده دیگه، اونم دنبال سوده. و شما در ضرر اصلا شریک نیستی. این موضوع اینه اگه مردی فاند بگیر واقعی، بگو آقا 500,000 تا بده، ولی بعد ضرر کردی بعد بدی. یا درادان نمیخوری 2 تا فوشم به یارو بدی، ایمیل بهش بدی که کثافت تقصیر تو شد من درادان خوردم و اینا، از این خبرا نیست. با پراپا شروع کنه اون شخص، با حسابای کوچیک شروع بکنه، حتما ژورنال نویسی بکنه. من از اهمیت ژورنال نویسی هر چقدر بگم باز کم گفتم. بنویسه احساساتش رو تو اون لحظه بنویسه، روانشناسی رو تو اولویت قرار بده. اینقدر خواهش می‌کنم نیفتین دنبال اینکه آقا استراتژی تو چی، آقا من استراتژی رو می‌نویسم الان میدم بهت، اگر تو تونستی با اون کار کنی. روان تو چی کار می‌کنی؟ ذهن تو، گذشته تو، تجربه تو، احساسات تو، شرایط تو چی کار می‌کنی؟ خانوم با آقا فرق داره، سن با سن فرق داره، بک‌گراندی که داشتی فرق داره، آدم عجولی هستی، تمکاری، صبوری نیست، اینا همه رو استراتژی تو تاثیر داره. روانش من بهش میگم که حتما مسلط شو، بعد برو دنبال استراتژی. قراره نشو بی خود به خودت رو 4 تا تیپی خوردی بگی من دیگه خدا شدم فلانی، بیا پول بذار من ماهیانه به تو این مبلغو میدم. اینو که گرفتی اونو دیگه کامپیوتر رو خاموش کن پاشو، چون قطعا از اون روز ضررت شروع میشه. یعنی دیدیم کردیم ما این کارا رو کردیم به خدا. میگن ادب از که آموختی از بیادبا، شما منو به عنوان بیادب، به عنوان کسی که کلی داستان‌ها سرش اومده، بلاها سرش اومده، افسردگی گرفته، به خودکشی فکر کرده، افتاده، پا شده، قهر کرده، قطع رابطه کرده، اینجا نشسته داره این حرفو میزنه. شما جا پای من، پا تو جا پای من نذار. خیلی مفید بوده تا این لحظه، باور نکردنیه. به خدا دارم میگم، خدا شاهده. دلیه. ببین واقعا با جون و من اصلا نه پیجی دارم که این مصاحبه تبلیغ پیجم باشه، نه کاری میکنن، ولی همین که گفتی خانوما چرا دیده نمیشن، گفتم آها من برم با خانوما صحبت کنم که چرا دیده. حالا هر موقع وقتش شد بهم بگو که بریم سراغ خانوما. حتما. پس میخوام یه چند تا سوال از شما بپرسم. اولین برداشت که گفتید اون 10,000 تایه بود که شانسی بود. میخوام ببینم که احساسات شما چی بود؟ 2. خیلی بعد از اولین برداشت، دومین برداشت احساس میکنن که این نکنه شانسی بود و نکنه که این آخریش بود، و خیلی اصلا بعد از اولین برداشت خیلی فکر میکنن که تموم میشه، ولی در واقع شروع میشه. واقعیت. میدونی چرا این فکر رو میکنه؟ چون اون خودش خوب میدونه اون پولو با 100 تا ژورنال نویسی و بک تستی به دست نیاورده. متشکرم.
اگر اون میدونست که من به استراتژیم ایمان دارم، این منو پان نکنه، میرم حساب 1000 تایی ما میکنم به 1000 تا. من 100 تا 1000 تا ترید زدم، همشو نوشتم، بلدم، استراتژی ما ایمپروو کردم. اون اگه به این باوره برسه، اولین برداشت کرد گفت موریس کامینگ، بیشتر میخواد بیاد. اما چون خودش تهش میدونه که همچین زحمت خاصی هم نکشیده، اینم بادآورده بوده، اتفاقا اون پولم همینجوری خرج میکنه میره، همون کاری خودم کردم. چون اصلا فکر کردم من I'm not deserve it، من اون ارزشمندیه رو ندارم، من نمیدونم چطوری توضیح بدم، لیاقتشو ندارم. چون ناخودآگاه تو باستاده بالا سرت، قشنگ مچ تو میگیره. ناخودآگاه تو میدونه که تو واسه این پول اون زحمتی که باید میکشیده رو نکشیدی، بس آسون میده میره. ولی بعد اینکه اومدی 1000 تا ترید تو ژورنال نویسی کردی، بک تست گرفتی، به استراتژیت ایمان آوردی، بعد اون دیگه اصلا برای تو ایزی، همه چی اوکی. ایول. پس واقعا تمام به نظرم، حالا گفتم که چی کارا کردید و چی کارا نکردید و طرف میگه حالا یه چیزی به من بگو، به نظرم همه چیزو گفتید. چارت دیدنه واقعا، یعنی استوری من همیشه میذارم، همه میپرسن اینو از کجا فهمیدی، اونو از کجا فهمیدی، این خطر چقدر نمیتونی آدم بگی از کجا فهمیدی، نمیتونی بگی اصلا. ببین یه چیزی من همیشه داشتم به یکی از دوستان میگفتم ببین داداش، تو از من میپرسی تو فکر کن ماشین داری، رانندگی میکنی، راه میخوای بگیری، مخصوصا تو تهران که خب میدونی رانندگی مقدار خاص تره، میخوای راه بگیری بیای راست. خب من اگه به من بگی چطوری تو راه میگیری میام راست، میگم آینه رو نگاه میکنم ببینم کسی اگه نمیاد میرم راست. جز این نمیتونم بهت بگم که نگاه میکنم آینه رو، اگه این دیدم با این سرعت میاد گاز میدم میرم جلوش، اگه دیدم سرعتش 97 کیلومتر بر ساعت ترمز میکنم اول رد شه بعد میام راست. نمیدونم من نمیتونم به تو اون الگوریتم رو توضیح بدم. یا شما جلوی ماشین رو خیلی موقع نمیبینی، ولی میری پارک میکنی، بعد از یه سال 6 ماه میل به میل جدول پارک میکنی، پیاده میشی، یکی به شما بگه میشه به من بگی چطوری اون جلو رو، چی میخوای بگی؟ از خیلی شغلیه، فقط چارت دیدن خیلی مهمه. اصلا فقط زمان لامصب زمانی تو همه چی ها، مثلا مخصوصا دریوری، چه مثلا به ترید همیشه باید جا بیفته، همچنین باید این خامی اصلا مثال رانندگی خودت، ما می‌خواستیم اول رانندگی کنیم، چجور رانندگی کردی؟ دنده کلاج، من بعد اینجا خمشم اینجوری نگاه می‌کردم ببینم کلاج ترمز کجاست، به خدا اول اینجوری نگاه می‌کردم، بعد الان 1000 تا کار انجام میدیم، رانندگی تو تلفن صحبت می‌کنیم، با هم بغل دستیمون صحبت می‌کنیم، غذا می‌خوریم، سبقت میگیم، اصلا نمی‌فهمیم اینا که انجام دادیم، چرا زمان از روش گذشته. practice makes perfect، پرکتیس کردی همه چی اوکی شده برات. دقیقاً ما میگیم چارت ببین، تو رفتار چارت رو میفهمی. چون یه ببین اصطلاحی هست که قطعاً شنیدی، اصلا خودت به ما درسشو دادی، که بعضی موقع تو تصمیم درسته رو میگیری، تصمیمت درسته، نتیجه غلطه. چرا؟ بازار برخلاف اون چیز حرکت کرده. بعضی موقع تصمیم اشتباهه، تحلیلت اشتباهه، ورودت اشتباهه، آقا تو میری تیپی میخوری، سود میشه. بعد قراره نشو. اصلا این بازار جوری نیست که مثلا یه قانون نانوشته باشه بنویسیم بدیم دست شما بگیم اینو برو اینه. بعد یه شخصی پرسیده بود که سشن معاملاتی چیه؟ آقا من الان میگم سشن معاملاتی من نیویورکه، یعنی من تایم لندن تا حالا ترید نکردم، obviously کردم، آسیا ترید نکردم، کردم. ما داریم در مورد کلیات و اکثریت صحبت میکنیم. من میگم من تخصصی رو طلا کار میکنم، آیا من ارج و فرضای دیگه کار نکردم؟ چرا؟ من پوند بینم کار میکنم. من میگم من کریپتوکارنسی نه ازش خوشم میاد، نه دارم، نه ازش سر در میارم، مثلا نگاه میکنم. ولی قطعا بری استیتمنت های منو نگاه کنی، یه دو تا اون وسطای ترید چیز میبینی، بیت کوین میبینی. ما داریم حالت کلی رو به بچه‌ها میگیم. حالا وسط مصاحبه ما تو رو خدا دنبال زیر بغل مار نگردیم، بس تو اونجا گفتی اونجوری، بعد اون روز اون کارو کردی. ما چرا تو این مارکتیم؟ ببین دو نگاه کنی شخصیت‌های تریدر کسایی به خدا شخصیت‌های تریدرها همشون جوری ان که تو نمیتونی کنترلشون بکنی. یعنی من امروز تایم لندن کار کردم، آقا فردا میخوام نیویورک کار کنم. من دانشگاه رو ول کردم، چرا؟ یه لحظه ببین آقا من آدم 9 صبح برو سر کار تا 5 بعد ظهر نیستم. به من بگن ساعت 12 تا 1 برو ناهار بخور نیستم. من میخوام یه هفته کار بکنم، یه هفته میخوام شبا کار بکنم، یه هفته میخوام روزا کار بکنم، یه هفته میخوام تو خونه پشت سیستمم با کار بکنم. نه این قابل نوشتنه، نه قابل یاد دادنه. بس تو مسیر خودتو پیدا کن. الان من پریسان نامی اومده
من اسم شناسنامه منیجر از خودم پریسا. بله. پریسا میشناسم. بله. بعد اومده 70 کا زده استراتژیش اینه، سشنش اینه، تو طلا داره کار میکنه. الان من به تو راه و چاه گفتم و تو اونو کپی کردی. یکی بیاد بگه من 80 تا چیز کردم، تو منو ول میکنی میری با اون که 80 تا به استراتژی اونو کپی میکنی؟ تا کی میخوای مستر بشی؟ از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، این جفت رو امتحان کنن. دوستم گفت یورو یو اس دی خوبه، اون یکی گفت پوند وین خوبه، این یکی گفت بابا کریپتو نمیدونی چه حجمایی داره. بله کریپتو قشنگ تو رو میبره بالا، همونجوری هم میکوبتت پایین. یکی گفت داو جونز خوبه، یکی گفت طلا خوبه. یکی رو انتخاب بکن. همون گفت یه کسی تازه داره شروع میکنه، یه جفت ارز، نهایتا ماکسیمم 2 جفت ارز انتخاب بکن، همونو هر روز نگاه بکن با یه استراتژی، همونو جلو برو، رفته عجله نکن. اگه فکر میکنی عجله کنی زودتر میرسی، باید بگم خبر بعد این که عجله کنی این بازی مارپله، هر دفعه میری یه پله پایین‌تر. بعد یهو چش باز میکنی میگی ای دل غافل، من اون موقع اگه حتی روزی نمیدونم 1000% سود کرده بودم الان اوضاعم این بود. بله ما داد داریم میزنیم که عجله نکن، خودم عجول‌ترین آدمم. برای همین کلا هر کی عجله داره تصاعدی میفته عقب، منطقی میره جلو. یعنی اصلا این مدل نیست که تو همون جوری که بعد اصلا تو تریت تا جایی که من حالا تا این لحظه فهمیدم ما مثلا وایسادن نداریم، بگی نه من حالا الان اینجام، یا داریم میری جلو یا داریم میری عقب. خیلی زندگی همینه. آره زندگی آره، همینه. آره. تو لحظه ثابت نداری، چون همون که واسایی داری هزینه میکنی. هزینه چیه؟ عمرته. دقیقاً. تو لحظه ای نداری که بگی من ثابت واسادم پیشرفت یا پسرفت نمیکنم. همین چیز، همین جایی که تو واسادی ثابت نیستی. تو اجاره خونه داری میدی، تو داری نفس میکشی، تو عمرتو داری میدی، تو 1000 تا بیل داری میدی، تو داری هزینه میکنی، ثابت نیستی. بله. اینو مد نظر نمیدونم چرا قرار نمیدم واقعا. الان توی داستان ترید یه چیز دیگه، یه چیز خیلی توقع خیلی زیادی که دارن اینکه یه شبه بیان نمیدونم میخوان انتقام بگیرن. فکر میکنم مثلا مارکت آدم معمولیه، بعد یه مدت دلش برای شما میسوزه، میگه آخه این تحت استاپ خورده به 11 استاپ نشه. ببین تو 100 بارم مسیر اشتباه بری، بذار این مجسمه اینجا نشسته کتابم دستته، نگاه میکنه میبینه که تو اشتباه میزنه تو سرت. آدم نیست که بار 11 دلش به حال تو بسوزه، نمیسوزه. بس بی خود فکر نکن که من دیگه آخه 10 تا حساب کار کردم 11می رو دیگه نمی‌کنم. اتفاقا 11می رو زودتر کار به خاطر نه بابا نه، فیز بردیم، اومدیم لذت ببریم و فیز ببریم. پس این شکلی بود در مورد استراتژی. بچه‌ها میدونم که خیلی دوست داشتید که الان ایشون بگه که روی طلا میزنم، بعد کندله که اومد شادو کرد توی ناحیه فلان، من این کارو میکنم و شما برید این کارو بکنید و این اتفاقا به خدا قایم کردنی نیست. چون یکی اومده گفت نمیدونم فازشون چیه، ما فاز خاصی نه. فاز ما فاز ترسه. چون همین که اصلا من بیام استراتژی من بگم تو فردا میخوای من یقه کنی، پس تو که گفته بودی اینجا ورود میکنی چرا استوری کردی اونجا ورود کرده بودی؟ فازمون فاز ترسه فقط. خب من میدونم که شما خیلی، من الان به نظرم انتقال چیزایی که لازم بود برای بچه‌ای که بدونم به نظرم کافیه، مگر اینکه شما اون چیزی که دوست داشته باشی رو نشیده باشی. به نظرم بعداً خودتون متوجه، چون یه سری دوست دارن که شما اونو بگید که اونو وقتی نمیگید میذاره میخواد ذوقشون، ولی به هر حال درستش همینه. این از این خانوما. آره خانوما یه چیزی بگم نمیدونم درگیر نشیم ان شاءالله با هم. من خیلی مثلا این فضایی که آقایون نمیذارن خانوما پیشرفت کنن و نمیدونم اینا رو، من این یکی رو نمیدونم شاید در عهد دقیقانوس قایمکی درس میخوندم همون نمیدونم شاید مثلا در دقیقانوس این شکلی بوده، ولی الان تا ما هر کدوم از رفیقامون که در واقع متحد هستن بیشتر اینا دارن برعکس. یعنی ما نمیبینیم که مثلا خانوما خیلی بیشتر این بزود بره خونه و نمیدونم با اون نمیتونه بیاد مسافرت و امثاله هم، یعنی بدبخت فکر میکنم این بیشتر داره کنترل میشه. پس از این بابت خیلی چرا انقدر کمن خانوما؟ البته شما تو صحبتاتون گفتید انقدر آدمای زیادی هستن که براشون دست بزنن امثاله هم، ولی شما حتی تو همون FTM هم برید مصاحبه رو نگاه میکنید، ما خانوم عملاً تعدادشون زیاد هست، ولی در مقایسه با کی؟ در مقایسه با خودشون تعدادشون زیاده، در مقایسه با آقایون تعدادشون خیلی کمه. ولی در مقایسه با چند سال پیش، در مقایسه با اینکه هر روز داره بیشتر میشه، بله تعدادشون زیاده، ولی باز نسبت به آقایون کمتر. خب خانوما رو دیگه خودتون دیگه از الان بعد استاد من دیگه سکوت میکنم و فیض میبرم. چیزی که
که اولا 2 تا کتاب میخوام تو این زمینه بر خانم معرفی کنم، چون ببین چالشایی که یه خانومی که توی خاورمیانه و مخصوصا ایران داره با چالشایی که یه خانم توی غرب داره 2 دنیای متفاوت. واسه اینکه ناخودآگاه ما خانوما رو توی یه کتاب بود ذهن جنسیت زده، ذهن جنسیت زده، تو اون خیلی اومده بود، خیلی قشنگ گفته بود که ما اومدیم ناخودآگاه یه سری کارا رو دادیم به خانوما که خانوما باید این کارو بکنن، یه سری کار دادیم به آقایون که آقایون باید این کارو بکنن و این تو ناخودآگاه ما مخصوصا تو ناخودآگاه جمعی انقدر جا افتاده که اصلا انگار هیچ رقمه نمیشه ازش جدا کرد. مثلا الان تو فکر کن یه خانومی توی ایران نمایشگاه ماشین داره، چند تا مرد میرن ازش خرید میکنن؟ من که نمیرم. دروغ چرا؟ خب چرا آریان نمیری؟ واقعیت آقا ماشینو که دو خانومه درست نکرده، اونم ماشینو خریده آورده گذاشته اونجا دیگه. مثلا از خانم بس نه خانمی که نمایشگاه نمیدونم واقعا شاید همون ناخودآگاه باشه، ولی چرا نمیخرم؟ به خاطر اینکه خانوما من تا الان این کاراشو ندیدم. مثلا دختر کارشناس، دختر فروشنده خفن دیدم ها، دختری که بیاد مثلا به من ماشین اکثر این شکلی ما از دختر ماشین که تو میری ماشین صفر بخری، مگه دختره میخواد اونو تعمیر کنه که توانشو داشته باشه؟ منطقی بود. نمیدونم این همون ذهنیت جنسیتگراست. الان مثلا یه آقا بخواد دنسر باشه، ما چند تا آقای دنسر داریم؟ بعضیاشون خیلی خوب میرقصن. من به خدا نگاه میکنم که من رقصو خیلی دوست دارم، خودم بلد نیستم اونجوری که باید، بعد کسی میرقصه انقدر با عشق نگاه میکنم، انقدر دوست دارم، میگم دمتون گرم. فقط بعد یه آقا که داره میرقصه و خیلی قشنگ میرقصه، میگم چقدر آخه چه رقصی؟ مثلا خردادیان یعنی مثلا نه ببین میتونستم بذار تو پیج بگم اون رقصه این بود، به خدا که خیلی مثال دارم میگم این ذهنیت رو عوض بکنیم. مریم میرزاخانی بزرگوار عزیز، ریاضیدان باعث افتخارمونه، انوش انصاری که رفت باعث افتخارمونه. اینا چرا مثلا دیده نمیشن؟ چرا اینقدر میخوایم همه شغلا رو بگیم اینا برای آقایون اینا برای خانومان؟ این که خانوما زیاد سمت ترید نمیان و نیومدن و کم کم شروع کردن، به نظر من یه دلیلش همینه. آها اینا رو گفتیم که به این اوکی آره یه دلیلش اینه که اصلا انگار میترسن از قضاوت شدنه، میترسن از اینکه نمیدونم اون خانوما خیلی تحمل حرف شنوی انگار ندارن. مثلا یه کاری بکنه که زود بیاد ایراد بگیره، انگار که دیگه آسمون به زمین رسیده. آقا تو کارتو بکن بذار طرف ایرادشو بگیره. خانوما احساس می‌کنن از این هم بیشتر میترسن. ولی خبر خوب این که همون نمایشگاه ماشین رو گفتم، به این بگم که ببین وقتی تو می‌خوای به نمایشگاه ماشین بزنی، اوردی تو قبل اینکه بخوای بفهمی که می‌خوای موفق بشی یا نشی، ناموفق. چون اول باید کلی تلاش بکنی که تا بیان تو رو ببینن. حالا تو بیای فروشت خوب باشه، کارت خوب باشه، ماشینات خوب باشه، اون یه پروسه جداست. واسه دیده شدن تو باید اندازه 2 تا مرد کار بکنی. ولی توی من الان اینو خانم‌ها بذارم به حساب سفارش من، این که اگه می‌خواید بیزینسی شروع بکنید، می‌خواید مستقل بشین، واسه ترید کردن و بازارهای مالی به دیدگاه دیگه نگاه بکنید، به خاطر اینکه شما اولا اون جنسیتتون باعث نمیشه که اتفاق خاصی براتون بیفته. نه مورد قضاوت قرار میگیرید، نه کسی باهاتون کار داره، نه اذیت میشین، نه به خاطر خانم بودن تو مشتری رو از دست میدید. شما وقتی خیلی موقع هم شما به خاطر خیلی موقع هم خانومه، الان ببین یه دختره اومده تاپ میپوشه میگه سلام امروز من میخوام 60 کی فالوور در 6 روز. خب یعنی اون سایده هم خیلی زیاده ها. حالا شاید من آریان نرم از یاد خانمی که نمایشگاه، فقط کافیه یه خانم خوشگل مشکلی که یه مقداری عقب داده عقب جلو رم داده جلو با این سیستم، فقط کافیه ایشون بیاد تو اینستا یارو اصلا میگه عزیزم تو مثلا به من 100 تومن گرونتر بفروش، من کلی واسه این داستان هزینه کردم. اوکی. آخه من با خانوما نمیگم بیان تو این. ولی حرف شما رو متوجه میشم یعنی اون اگه این داستان تض بشه کاملا حق با شماست. دقیقاً میفهمم چی. اصلا خانوما نیان آموزش بدن. نیان اونجا تدریس کنه بگه من امروز این سیگنال رو گرفتم. اون چیکار داری؟ بشین تو خونه لپتاپ تو باز کن، ترید تو بکن، سودتو بگیر برو دیگه. دیگه پکیج فروختن چیه؟ تبلیغ چیه؟ این دختره بود، این برنامه تازه چیز ریالیتی شو هست، همه جای اینستاگرام باز می‌کنی میاد میرن کاپل پیدا می‌کنن. عشق ابدی. اون یه دختره اومده بود خوشگل مشکل بود، بعد من رو دیدم تو بعد چیزاشو بگید.
اسمشو نمیدونم، یه دختره بود که مثلا حرف در اومده بود که میگفتن افغانستان. اون داشت دیدن داره سیگنال های فارکس میداد با چه قروفری. بعد میگفتم اوکی حالا تو میتونی پشت میزم بشینی این کار بکنی. من میگم خانوما بیان بازار، نمیگم بیان پیج بزنن و پکیج بفروشن، میگم بیا ترس نداشته باش، تو اون دکمه بایوسلو که میزنی آقام باشی خانم باشی، اون مارکت همون جوری رفتار میکنه. اون تلاشت برای اینکه بیای برسی به اون جایگاهی که دیده بشه رو نداری، زحمتت کمتره، رقابتت کمتره. تو الان مثلا بخوای بری تو سطح بین‌المللی کار کنی، چیکار کنی؟ مثلا بیای فرش صادر کنی، زعفرون صادر بکنی، با کدوم بازاری میخوای تو رقابت کنی؟ حاجی بازاریایی که تو بازارن. تو لوزری. هستن خانومایی که خیلی عالی دارن تو صادرات کار میکنن، خانومایی که خیلی کارهای خفن انجام میدن که باعث افتخار منه، ولی باز تعدادشون خیلی کمه. آقا بیا قبل اینم که بیای اول چیزو بخون، کتاب همون ذهن جنسیت زده، یکی از کتابی که خانوم ها با گرگ ها راه میدوند عالیه برای خانم ها، برای شروع هر بیزینسی عالیه. اصلا به تو نشون میده که خواهش میکنم از این جنسیت بیا بیرون، مخصوصا تو دنیای امروزی. من میفهمم تو ایران شرایط سخته، میدونم من اینجا نشستم دارم بر خودم صحبت میکنم، ارد میدم، تو ایران اینجوری نیست، ولی خب باز خیلی الان ایران بهتر شده نسبت به نمیدونم 20 سال پیش، 10 سال، 5 سال پیش خیلی بهتر شده. از این فرصت استفاده بکن، رقابتی وجود نداره، از این استفاده بکن. جنسیت دیگه الان توی بازارهای مالی نمیتونه برای تو مانع باشه. تو بازار مالی که اصلا عملاً ولی معنی نداره. حالا شاید نمایشگاه ماشین من یه حسی داشته باشم که اصلا شاید احساس کنم پیش این آقا برم نمیدونم ناخودآگاه هم اوکی تره. در بازار مالی اصلا از این خبر. بعد من خانومایی که دیدم یه مقداری خانوما انگار چیزترن، نمیخوام بگم باهوشترن یا فلان، این چیزا اصلا کلا قبول ندارم، این باهوشتره یا اون باهوشتره، اینا تو این زمینه قبول ندارم، ولی به نظرم مرتب‌ترن. انگار با یه الگوی دیگه ای کار میکنن که یا نمیگیره یا بگیره دیگه گرفته دیگه. هیجانشون رو بهتر میتونن کنترل بکنن، ولی خب از اون ور سودای آنچنانی هم مثلا شاید اون قمارگونه هم انجام نمیدن دیگه، چون انگاری اون نمیگم ترس منظم‌ترن، انگار یه جورین. آره اتفاقا خیلی هم میتونن موفق باشن. بله. این خوبیش بود دیگه، من جسارت نکردم به خدا. واقعا خیلی میتونم موفق باشه. ببین من همیشه میگم همه چی نسبیه. اینکه خانم موفق داره، آقا موفق داره، اگر تو محیط درستی قرار بگیری، کار درست انجام بدی، اندازه‌ای نتیجه میده. حالا ما میخوایم میگیم بازارهای مالی، میگیم تو اون زحمتی که هم بر نمایشگاه ماشین حالا شد مثالمون، برای اون که بخوای من مطمئنم خانمای ما بخوان برن نمایشگاه ماشین اونم به نحو احسن انجام میدن، ولی خب اون چای نگاشو من یاد یه چیزی، من والله یاد یه چیز دیگه افتادم، میتونم بگم خیلی احتمالاً جا بخورید. چند وقت پیش من داشتم در واقع با یکی از دوستانی که در واقع با پراپا در ارتباطه داشتم صحبت میکردم، گفتش که فلان پراپ و فلان پراپ سه تا پراپ خیلی مطرح که تو ایرانی‌ها همه میشناسنشون، یکی از چیزایی که گیر میدن و احساس میکنن طرف تریدر نیست میبرنش تو مصاحبه اینه که دختر باشه. همینو میخواستم بهت بگم. الان داستان برای تعریف بکنم من از همین. بذار اسمشو بگم چه بلایی آخه. شاید مثلا کسایی که میخوام برن دقیقاً با این مواجه بشن. حوصله داری داستانشو برات؟ حتما. آره. حالا من خدافظی نکردم، حالا از تو خدافظی میکنم. خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. من همینطور بسیار باعث افتخار بود. آره خیلی اصلا انگار که چند سال با هم کار کردیم، چند سال همدیگه رو میشناسیم و مرسی که این فرصت رو دادی که حالا این صحبت رو زده بشه. دمت هم گرم که اینقدر تلاش میکنی، اینقدر بچه‌ها رو به مسیری که واقعا درسته داری هدایت با کمک شما. خیلی لطف کردید که اومدید اطلاعاتتون رو در اختیار ما گذاشتید بدون اینکه نه در واقع به قول خودتون نه پیجی داشته باشید که بخواید حالا الان بعد از این مثلا پروموتش بکنید یا از اینجور داشته باشید. چیز بدی نیست، طرف پیج داره سود میکنه 70 که مثلا خودت هم کردن چیز پرسیدن که با میتونیم باش حرف بزنیم یا نه.
هر کدوم از پیجامو که خواستی بهشون بگو، من حتما. جواب میدم، با آغوش باز جواب میدم. حتما. اصلا استوری کن پیجامو. فقط مهم. ممکن زیاد پیجام- شن الان شاید میگید جواب میدم، ولی انقدر یهو زیاد میشه میبینی با هر کی داره 20 دقیقه حرف بزنه یه داره نشدنی میشه. خب من پیامو باز میکنم میفهمم که این آدم واقعا کمک میخواد یا داره حرف میزنه. اونی که حرف میزنه اصلا جوابش نمیدم، ولی اون که کمک میخواد با جون و دل کمک میکنه. با جون و دل. خیلی هم مثلا عالی. خانوما که دیگه اصلا ترجمه‌شون. ولی من آقا یه قبول گوگل دارم. میزنم خانوما اینجا بیان اینجا هر سوالی دارین اونجا ازم بپرسین. به میخواید یه فضای خانومانه براتون درست کنم بعد خودتون رو ادمین کنم علی الله مال شما. پیجمو بذار همون بگو خانوما به این چیز هست. همون تو پیج خودم چیز میکنم گوشو درست میکنم. حل خیلی هم عالی. حالا دیگه بقیه چه چی دست خودت دیگه. ایشالله خیلی لذت بردم. خیلی لذت بردم. امیدوارم که دیگه خلاصه خوش بگذره بهتون. خیلی مفید بود و به نظرم کسایی که میخواید به دوباره چند تا سوال بپرسید، از نظر من ایشون همشو گفت. به نظر من حالا بخوام نگم همشو، میگم 99% رو به نظرم گفتن. شاید برید صحبت کنید همون مسائل رو از دیدهای مختلفی بعد به شما بگه. احتمالاً چیزی که تو ذهنمه شاید چیز جدیدی به اون صورت قطعاً که دارید، ولی تاش هموناست به نظرم احتمالاً. ولی حتما از تجربه‌تون دوباره استفاده می‌کنیم. اگه باز چیز اضافه تری بود، مثلا اگه خواستید چون در مورد یک مبحثی دوباره صحبت کنید، مثلا مبحث خاصی دوباره میذاریم و استفاده می‌کنیم، چون به نظرم خیلی جذاب بود. مرسی از شما. حتما. خیلی محبت مرسی از شما. روز بزرگوارید. قربان شما. خدا نگهدار. خب بچه‌ها خیلی مخلصیم. از شما دعوت میکنم، حالا اول من دارم با بچه‌ای که برداشت‌های بالای 50000 تا داشتن صحبت میکنم و بعدش در واقع مزاحم همه میشیم، چون قطعه به یقین همه بالاخره اون کسی که امروز 70000 تا 80000 تا برداشت کرده یه روزی $50 $100 $200، حالا ایشون برداشت اولش 10000 تا بوده. خودتون رو تو رو قرآن مقایسه نکنید که من با من برداشتم $200-300 مردم ببین چه برداشتایی داره. از این خبرها نیست و خودتون رو تو این بازی نبرید. بازی هر کسی متفاوته. خیلی طولانی شد ولی من نمیتونم به خاطر اینکه یه سری حوصله‌شون سر میره، به خاطر آینده خودش مثلا نیم ساعت حال نداره، نیم ساعت کارهای دیگه حال داره بکنه ولی این کارها رو نه. منم حال و حوصله ویدیو کوتاه کردن ندارم. هر چیزی که باشه از طرف رو بعد اطلاعات رو بگیریم. مرسی از ایشون که محبت کردن تو اینجا حضور